نیروهای ایالات متحده آمریکا یک کشتی بارکش را که توسط آبهای خلیج فارس عازم ایران بود، هدف آتش موشکی هلفایر قرار دادند. در این منطقه ایالات متحده آمریکا تحریم جاری نموده روای کشتی‌ها به ایران را منع کرده است. سنتکام و یا ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 2 ایون اظهار نمود که کشتی لکسی دوام 24 ساعت گذشته دستورهای نظامیان آمریکا را نادیده گرفته است. خبرگزاری ریترز تصدیق می‌کند که کشتی لکسی 26 می در آبهای ساحلی عمان جایگیر بود. نظامیان آمریکایی اصرار می‌ورزند که بعدی اصابت موشک کشتی حرکت به طرف ایران را قطع کرد. لکسی ششمین کشتی است که نظامیان آمریکایی از آغاز محاصره خلیج فارس در تاریخ 13 اپریل به حرکت کردند. در این مدت 122 کشتی دیگر که عازم بندرهای ایرانی بودند سمت حرکتشان را طبق دستورهای نظامیان آمریکایی تغییر دادند. همچنان ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهد که در 2 روز گذشته نیروهای آمریکایی و همپیمان‌هایشان در خاورمیانه یک عده موشک‌های بالستیکی و پهپاد یا هواپیماهای بی‌سرنشین ایران را راهگیری کردند. به قول ستاد 3 موشک ایرانی توسط پایگاه‌های ضد هوایی ایالات متحده آمریکا و بحرین بی‌ضرر گردانیده شده است. 2 موشک دیگر که در سمت کویت پرتاب شده بود در هوا فرو ریختند. سنتکام می‌افزاید که 3 پهپاد ایرانی که کشتی‌های ملکی را هدف قرار داده بودند راهگیری شدند. در جواب نیروهای آمریکایی برای به اصطلاح حمایت از خود پایگاه‌های نظامی ایران در جزیره کشم واقع در گلوگاه هرمز را مورد آتش قرار دادند. از نتیجه و تلفات خبر داده نمی‌شود.